اومدیم تو لایومون میخوایم غذای باتر چیکن هندی درست کنیم و یه جورایی مثل مرغ کاری خودمونه ولی یه سری چیزاش فرق داره. ادویه‌هاش فرق کامل داره. فراموش نشه. بوس به کلات و زنگوله رو بزن بریم درست کنیم. قرار من دخالتی نداشته باشم تو این غذا. قرار خودم درست کنم. من غذای جدید تو اجازه بدید من پیاز سوخاری رو میخوام درست کنم. پیاز سوخاری رو من باشه اون چون تکراریه یا بادمجون سوخاری دو تاشو من درست. نه بادمجون و مرغ و منم. خب اینجا ادویه‌های مختلف داریم. میتونیم نام ببریم. ادویه هامون جز هندیه. سری جز هندی رو میگه که یادش نره. زردچوبه، خب نمک، فلفل قرمز، سیاه. گفتم دیگه پودر سیر، پودر پیاز. ادویه دیگه ادویه. مرغ بریز اینجا که من آره این مرغ بریزیم. مرغ البته یهو بریز. تمیزه ها. آره شستیم. آره. و ادویه ها رو بذار تو. میشه لطفا؟ چقدر ادویه شو. ادویه ها رو ببین. دیگه خودت میدونی پری دیگه من تا اینجا شد. ماما به من دستور غذا رو ندادی لامصب. به پاموات آتیش نگیره. ما گازمون اینجوریه وقتی روشن میکنیم بعد یه 2 دقیقه نگه داریم تا الان دیگه خاموش نمیشه. اوکی. خب این قاشق چیزه؟ نه من برنجه. آره فرق نمیکنه. نه دیگه. دیگه به این میزنی دیگه بعد به اون نمیزنی. بذار یه آهنگ چیز بذاریم. خب ریلکس. واقعا دیگه داره عصبی میکنی جدا. نمیزی کره رو بزنم. من این چیز شده میکنم تو بزنم یخچال. چی بگم هنی؟ دوتایی با هم درست میکنیم خیلی خوشمزه. دوتایی تو اصلا نمیذاری. عجبا. تو داری هم میزنی یعنی خوش درست کردن. خب تو این فاصله بچهای گلم کرم نداشتن واقعا هم میتونم بریزن دیگه. چیزی که این غذای ما رو غذای هندی میکنه زنجبیله. زنجبیل 2 عدد پیاز باید زیاد باشه و سیر. من سیر آماده دارم. کره محفوظ زدیم به ما. این غذامونو بچه‌ها این 2 تا پیاز خوشمزه میکنه و چی؟ زنجبیل به دلخواهه. چقدر بزنم به نظرتون؟ عطر زنجبیل باید باشه دیگه توش. زنجبیل فکر کنم بس باشه. خب بچه‌ها ماما زری زنجبیل نم سلام مامان زری خانم سلام قربون بشم ویلی جونم. چیه زنجبیل تو پوستش نبود؟ قوت زنجبیل با پوست با میریختم این تو نه با پوست نه فکر نمی‌کنم. بذار اونجا لطفا. نه می‌خواستم بچه‌ها نشون بدم. زنجبیل رو ریخته. پیاز که گفتم اگه قرمز باشه. این سس مرغ. آره سس مرغ. مرغی که می‌خوایم درست کنیم الان داره تفت می‌خوره توی قابلمه. باتر چیکن اسمش. الان ما داریم سسش رو درست می‌کنیم. زنجبیل و پیاز و 2 تا پیاز بزرگ. این غذای هندیه دیگه. غذای هندی هم چیه؟ سرشار از سیر و پیازه. کلی چیز داره ها. قشنگ ضد عفونی میکنه بدنو. چون پیاز خودش ضد عفونی میکنه. سیر و زنجبیل که اصلا خیلی چیزه. خاصیت یعنی زیاد داره این غذا واقعا. معرکه میشه. ولی الکی نیست هندی‌ها هیچیشون نمیشه ها. و 3 تا دونه سیر باید بریزم تو همین. خب که آسیابش کنم. من پوره‌شو دارم. اوکی؟ پوره‌شو دارم. دیگه نمیخواد تو این بزنم به نظرم پوره رو. مستقیم میزنیم توی اینجا. مستقیم سرخ بشه. یعنی چی سیره؟ این سیره. تو این 2 تا دونه 3 تا دونه بعد مینداختیم فرق نمیکنه. به جای که تو سسش بریزی تو خود مرغش ریختی. چون لک شده داشتم. آره اگه نداشتی مهم اینه که سیر بره تو مرغ دیگه. میدونی چی میگم؟ آره. یا تو سس بره یا تو مرغ دیگه فرقی نداره. آفرین. به این مرغا چقدر رو؟ با این ربات چقدر رو؟ نه به این مرغا جمله بندی داری. به این مرغا چقدر رو اضافه میکنی؟ فکر کنم بس باشه. الان میذاشی من. اوکیه دیگه سرخش کن دیگه. روبم با سرخ بشه. خسته نباشید واقعا. سرخ میشه خوش رنگ‌تر میشه.
ربم ریختیم دوستان توی این مرغه که داره. الو جانم. همه چرا الو میگن این روزا؟ پیاز، زنجبیل و آب. خب اگه سیرم داشتیم میریختیم. درست. ولی ریختیم اون تو. اینو من نزدیک بچه‌ها نشون بده. اینو بعد برو مخلوطش کن. آره. مخلوط کنمون اون ور تو برق بچه‌ها، جلوی اینجا نمیشه مخلوط کرد. خب الان اینجا برام پری جان شما خودت بلد نیستیم. بابا داریم 2 تا غذای جدید درست میکنیم. مامازری هم بلد نیست. اولین بارمه منم. داریم دستورش رو با شما درست میکنیم. یعنی خود مامازری هم بلد نیست. هرچی توی اینستا بوده رو داریم ما ارائه میدیم. اوکی؟ غذای جدید داریم بهتون یاد میدیم. چیز بدیه مگه؟ بیایم دوباره قرمه سبزی درست کنیم. بریز روش. حالا سسمونو به ولی زیاد سس میدونی چرا؟ چون خود پیازم آب داره. تو آبش رو ذره زیاد ریختی. نه دیگه زرشون. اوکی. کجا بودیم؟ شو. من چقدر نورانیم. یه ذره تاشو نریختم اضافه اومد. پری جان یه کاری بکن. دارم کار میکنم بابا. این داره الان آبش داره تو خورد مرغ میره. اما سسش که ریختیم روش داره میپزه. برنجم که گذاشتیم داره دم میکشه. الان چی میشه؟ این چی الان؟ این حالا بخور. سلامتی جمع. آب لیمو ریختی بد شد. پرستو لیمو تازه است بخور بابا با اون آلوورا. حالا همشو نخور بذار منم بمونم. اوکی. بچه‌ها اینو که هم همیشه گم می‌کنم. وقت بادمجون سوخاریه دوستان. پوستش نه دیگه از اون من میکنن. کلاهکشو بر نداری یا؟ کلاهکش باید باشه تو سوخاری. آره. که بگیریم دستمون بخوری. آره. همین درسته یعنی سوخاری میشه. من فکرم خوردش میکنی. بابا شکفری. نه اشتباهه دیگه داری خراب میکنی بود اینجوری دیگه. من نمیذاره. من خراب بعدی جدا از مامازری. آشپزخونه جدا میخوام. نمیذاره. حساس. آقا دور این کلاهکو آروم با چاقو میگیری. این اضافه هاشو میگیری. ولی این درازیش باید باشه. ولی دستگیرش باید باشه. اینجوری خوشگل شد. دیدی؟ من یادم چیه نو؟ دیدی؟ این بازی ایندیانا جونز. اینو میذاری اینجا. پری جون. میذاری اینجا. ماما الان میخوای تو بری؟ برو. پری جون. بچه شاهدین از این مرداش پوستشو میگیره. نه خیره. برو دستت الان چی شده؟ بیا ناخنم خراب کردی. الان دستت بنفش رنگ میشه. مهم نیست. گوشتشو نگیر فقط. آره قشنگ میگیرم اصلا گوشتشم میگیرم. دیگه چیزی نمیمونه که برای سرخ کردن. مهم نیست. اصلا مهم نیست. بیا پلش کرد. مهم نیست. اینقدر که چشت توشه. اون من نگاه کن. وای مرغمون سوخت. الله اکبر. به بیا تا اون ور نگاه که به خود نگاه چقدر خوب اینو کندم. اصلا کاری ندارم من باخت. آخیش نفس. او اصلا نمک نداره. ببین غذا رو باید بچشین یه ذره. خدایی نمک نداشت. چه خبر چند؟ چیه اون ایمو چیه؟ هی چیه میکنم منم. چیه نمیبینم از دور. بادمجون با این خوبی رو آدم هی دوست داره ببینه. یو سلام مرادی چطوری؟ خوبی؟ یو خدای نکن چه پوستی کندم اصلا. دوستی عزیزم هی گفت اسفند واجبه. وسط غذامون اسفند نره تو غذا حالا. بذار آخرش. نه دیگه هی میگه. وقتی میگه اون یه چیزی میدونه. یه دونه رفته لاش. تا هم هی منو هول میده. آشپزخونه‌م کوچیکه دوستان. خیلی به هم دیگه میخوریم. هدف بعدی آشپزخونه جدید. من واقعا نمیتونم. یعنی اینجا دو نفری بخوای آشپزی کنی؟ هی میخوری به هم. میخوری به هم اینجوری. آقا یعنی چی؟
بعد میگی چرا سیم آشپزی کم میذاری؟ سخته دیگه، سخته تو. سیاستونه چشم حسود پول بشه. ببین چه پوستی کندم. مثبت بشه. خدا وکیلی. مثبت خدایا. اصلا غذامونم خوشمزه شه. وا مامان. اسفند دود میکنه غذامون خوشمزه شه. انرژی مثبت بشه غذامونم خوشمزه شه. نه ترس نمیری زیر سرم. کلاهک هسته های چی؟ ما چطور نمیخونی ها بچه دارم سلام محمد لحافو بکش رو امت. اینم به خاطر شما آقای مهاجر. بله الان غذامون اسفندی شد. همه چی بوی اسفند. سخاری با طعم اسفند. من صدا شما رو ندارم. من شما چرا میشنوی من چی میگم؟ اسفند نه الان ندارم. داشت دستم میافتاد. خوبه ها از شیراز گرفتیم زعتر اسمش. یه جور پودر پستو ادویجاته. اگه میشه گند نزنی میخوای مامان تو رو خدا ادویه جدید نزن تو رو خدا. زعتر گردو الان بعد مزهش میکنی به خدا زعتر. کنجد توشه. زعتر بچه زعتر بزنه به غذا. من میگم نزنه. بذار همون غذای اصلی خود هند باشه دیگه. اضافه بر سازمان نکن. غذایی شد دوستان. وای کاش بودید میخوردید. دارم میپاچه محکم کردم. داره قلوب قلوب میکنه. نه دیگه یه ذره چیز شد. گند زدم بکنم. ما گازتو کثیف کردی یا من نکردم بگی من کردم. بگم چون تو گفتی شعله‌شو زیاد کن. عیب نداره. فکر میکنم جوری شما داره میگه عیب نداره. بچه دیدین؟ عجب. این یه ذره کلفته. اینو میتونم کنارش یه دونه اینجا آروم بزنم. ما هی داریم به هم میخوریم. خب بچه دیدی بادم جونمونو؟ خب الان اینو که سخاری کنی. دیدی؟ شبیه موز شد. دیدین؟ خب پاره نشه فقط از بالا خواهشن. یه ذره اونایی که یه ذره کلوف بود و خب مثل این مثلا اینجوری یه خورده چیز کردم که برشته تر بشه. اوکی 2 تا بادم جونه اینطوری داریم. اینو یه 5 دقیقه میذاریم توی ظرف آب نمک. آب خب ببینم چیکار کردی؟ و نمک. چه باحال شد. ما اینا رو به من یاد ندی اینو چجوری اینجوری کردی؟ نمیرفتی؟ بغلشو چاقو زدی؟ آره 2 تا این و 2 تا اون. وای گوشواره هاموی. نمک یه ذره زیاد میزنم. خب گوشواره‌ی جدید گرفتم دوستان. سلام مردیس جان خوش اومدی. این چیه؟ آب نمک. آب نمکه؟ نمک صورتیه. برای چی؟ آها میخوای بکنی تو بادمجونا؟ بادمجونا رو بکنی توش؟ آفرین. ضد عفونی میشه؟ نه تلخیشو میگیره و روغن کمتری میگیره برای سرخ شدن. ای آفرین. اینو اینجوری میخوابونی. برگو مثلا میذارم همین. شاید شارژ نمیکنه ها. یه خورده میذاریم تو آب نمک 5 دقیقه بمونه که خب میرسیم به این پیاز. اینم میخوایم سخاریش کنیم. خب من یه جا دیدم یه خانومه درست کرد. تای پیاز رو نباید بکنید. انشالله که بتونم خودمم. سرش رو یه کوچولو میکنیم. خوبه من اونجا عطسه نکردم ولی غذا خوشمزه تر میشد. هری به آشپزی 10 از 10. مرسی قربونت. کیه؟ میگه به آشپزی 10 از 10 میدم. مرسی.
تشکر فراوان. بچه تش هستش. خب حالا الو پری جانم. ماما نمیخوایم یه چیزی رو بدی من چیز کنم؟ تو اونو حواست باشه. الان خامه رو باز کن. الان خامه رو باز کن. خب. یه خورده خامه برید، یه قاشق هم ماست برید. ماست و خامه با هم؟ آره. غذا هندیه پری. اسا در کمین است. خب یه چیز جدید من یاد گرفتم امروز. چه تیزی؟ بگو چی؟ خب بگو چی؟ چی؟ بریزم روش همینطوری؟ الله بریز. بشار بکن. بچه خامه رو میریزی؟ هر چقدر دوست داری دیگه. هرچی کرمه؟ ولی به نظرم بسته الان. بسته؟ یه ذره دیگه؟ آره بسته. آه. این درستشون میشه باید ببینیم. من کامل چیز کردی؟ قطع نخوش کردی؟ نوکشو قطع نخواه کرد دیگه. چیزی نیست که اینجوری کنیم بذاریم یخچال. حالا نیازی نیست. هوا میره توش. حالا بابا اینجوری زندگی بذار. کن. خب چی یاد گرفتم؟ ماست. آقا این پیاز رو میخوایم سوخاری کنیم. میذاریم روی این. چقدر پیازمون کج کله است حالا چونش. کاش صاف بود. خامه ایران. بچه‌ها وقتی اینو خورد میکنیم چاقو میخوره به این دیگه نمیره تا پایین که پیازمون قطع بشه. نشون بده معلومه. گرفتی؟ چاقو رو نشون نده زیاد. نه اینو اینجوری میبرم. خب این نمیذاره دیگه. این نمیذاره پیاز که تا تقط بشه. تا قطع بشه، قطع نخواه بشه. من خودم دیدم لذت بردم. منم یعنی لذت بردم واقعا. راحت با خیال راحت. خب منم لذت بردم. یه به علاوه بله. وای پیازی تش چقدر کج یه کوله ذره است. از آهنگ سیاوش قمیشی فاصله بگیریم بد نیست. به خدا من باید رستوران چیز کنم باز رستوران کنم. مغازه‌ای بزنیم؟ خدایی همه میان بچه‌ها. این هم باید بزنم دیگه خامه رو. درسته؟ بچه سوالاشو میبینی؟ من اصلا چی بگم دیگه. بچه خامه رو ریختیم رو سس و مرغ و اینا. یه رنگ عجیبی داره. من خودم اولین بارمه دارم اینا رو درست میکنم. یه رنگ عجیبی داره اختراع میشه. ولی یه جاهای دیگه عقل خودم میگه مثلا اینجوری کن اونجوری کن. وای گل شد. رنگش زشت شد. خامه زدیم. همینه دیگه. من ندیدی غذا هندی رو. سفید میشه؟ آره سفید میشه. ولی قرمزوت خیلی خوشمزه. ماستم باید بزنی تازه. شرمساره باغ پیوند من و تو پر است. دیدین؟ دسته یه قاشق چون زیاد نه. وای سوتی زیاده دوستان. چجوری جمعش کنیم؟ ماستم بری یخچال. دوست دارم زود خلوت کنم دور و برو. ماستم زدیم. شرمساره. بچه‌ها من لباسم صورتیه با دم پایین ست کردم. بله باتر چیکن ما آماده است. یه خورده غلیظ‌تر شه. عالی. ماست ریختی؟ همه آنچه که دارم پیشکش سادگیه. یه ذره باید فلفل قرمزش بری بیشتر شه، تند شه. نظرت چیه من یه ذره فلفل قرمز اضافه کنم؟ مامان داری غذا خراب می‌کنی. یه ذره ببین. یه ذره فلفل بزنم. عجب طعمی. خیلی خوشمزه است. خیلی. یه ذره من میگم فلفل قرمز اضافه کنم. چقدر خوشمزه شده مرغ. یه ذره.
ما خیلی کم ولی یه تندی تای گلو داره به خدا یه تندی تای گلو داره زنجبیلشه. وای بدبخت شدیم. نه کریم با سلمون نیستی. ماشاءالله هم همین تو دو تا تخم برای سخاریه بچه‌ها. یعنی غذای دوممونه که جدیده. از اون جدیدای. اما بلش کن. همیرا هم خوبه یا هایده؟ نمک. هایده بریم. خب الان تخم‌مرغ چیز کردی درسته؟ آره نمک. خب بگو. خب نمک فلفل میزنی میدونم. نمک فلفل رو تو آردم میتونی بزنی؟ نه این اینجوری گفته شد. یه بار قبلا هم این کارو کرده بود. فلفل سیاه و هر چی که دلت میخواد میتونی بزنی دیگه. خب من فکر کنم این چیزم خوب میشه. پاپریکاه. تبلیغات تموم نشد. آره هایده میذارم که کپی رایت که میخوره. من درست میکنم کپی رایتش. دیگه چی بزنیم؟ چی ریختی؟ این چی بود؟ این دارچینه؟ نه زردچوبه؟ پاپریکا و فلفل سیاه رو زد توی تخم‌مرغ. نمک تخم‌مرغی که میخواد سخاری بزنه. به و یکم شیر. لا لا لای لای لا لا لای لا لای. شیر اونش تو بهشته. خشکش کردی بادمجونا رو؟ آره نه بادمجون سخاری هیچ جا من ندیدم واقعیتش. خب ببینین قشنگ لابلاش با شیمی آرد دستان تو کنیدی شیمی دستان. پیکی میاد نمیدونم چرا لهجه من عوض میشه. هوای رشت رو با خودش میاره اصلا. اتو مالیدیم. انا اونی که من میکنم یکی تو یکی من. لاپا من دستم قشنگ بشونم. اونی که من ماساژ لای. بابا جان داری چی درست میکنی؟ بابا دارم اینجا دارم پودر بچه داری پوشک بچه عوض میکنی؟ عزاست یا پوشک بچه هست؟ قربونت بشم. ببین اشتهامون کور شد بابا. بچه لاپاش باید قشنگ چیز بشه دیگه. لامه ها همه آرد. پای بچه سوخته بعد پودر بچه بزنی. چقدر گوزل شد. خب این با اجازهتون میره توی تخم مرغی که ادویه داره. اوکی این یکی رم درست میکنیم. یه ذره اینجا کثافت کاری ها داره ولی خب حال میده. ببینیم سخاری کی خوشمزه تره. خب حالا اونی که من این مرحله که تموم شد جان. چرا اونی کی رو آردی کردی؟ جفتش آردی کردم دیگه. وقت چیزه. وقت اینه. ماما نمیشه اینا رو معطل کرد. تو اون غذا رو درست کردی دیگه. ماما من میخوام سخاری درست کنم. سرکو خیلی سخته پری. الان پوشک بچه رو عوض کردن یاد گرفتیم. میگه پوشک بچه رو یاد گرفتیم غذا رو یاد نگرفتیم. پری مثل این نینه کوچولوها میمونه که مال اون میخوام بهتر یاد میشه. بگیرم. میفهمی؟ فردا شوهرم میگه مامانت اینا رو بلده تو خودت چی بلدی؟ منم میگم والا من اولین بارمه دارم درست میکنم. نمیخوام. من این ویدیو رو مدرک میذارم واسه شوهر آینده‌ام. اگه دیدی من چیزی بلد نیستم مقصر مامان زریه. به من هیچ ربطی نداره. شیمی جان قربان. پس برای من پیتزا بخر. اینو میدیم استراحتش میدیم تو بشقاب. من نمیدونم. به خود پارش کنی این بادمجون پارشه من میدونم با تو. آفرین کلیپ هم بکن مدرک بمونه تو واد. وایسا بچه سخاری من بهتر میشه. با تو شرط من یه روش جدید بلدم. نه خیرم بس نیست. قشنگ بعد تخم‌مرغشو زیاد بزنید.
عالی. دوباره تو آرد میکنم من مثل ممازری نیستم سریع این تموم شد اون. آها حالا دوبار یعنی تو آرد میزنم دوستان. ممازری یه بار تو آرد زده. یه فرقی یعنی باید داشته باشه دیگه. بله که بگی فرق داره. برای من فرق داره. حالا ببین. اوف چرا رو گوشی من آرد ریختی؟ هیچی نگو. اوف عجب سوخاری شد مال من. برو مال خودتو ببین حالا. مال من بهتره مطمئنم. خود بگوید نه آنکه عطار بگوید خطاب به پری. مشک جان قربان. یعنی توهین کرد به من؟ نه توهین کرد؟ نه توهین. مازری روغنش داغ نشده فکر کنم. آره میشه حالا دیگه گذاشتم توش ولی میشه. سخاریش خراب شد. پری گفت داغ شد. حالی نیست بازم دست تو دستم. حالی نیست. میمیرم. موهاتو بده بالا. موهاتو میگم بده بالا. ولی سخاری من یه چیز دیگه. همش میگه سخاری من سخاری من بهتره. کتک نخورن. ماما خب یه چیزی بگم. سخاری من اینو میداد من بهتر درست میکردم جدی. چیه این الان؟ کتک میخوام. پیاز و آرد زدی؟ آره. خسته نشی. باتر چیکه پری این غذای منو بچه من درست کردم. سلام بیو خوش اومدی. ارسال به سر کشور. چیکن باتر چیکن هندیه این غذا من درست کردم. خیلی هم ایزی بود. ویدیو یوتیوبش هم بچه‌ها میذاریم کسایی که الان اومدن یوتیوبش رو دیگه میذارم. طاقت ندارم میخورم. نظر بده واقعا خوب درست کردم یا نه. بچه خیلی خوشمزه. ادویه‌هاش خیلی خوبه. وای بهشتلو. خیلی خوشمزه است. به خدا درست نکنین سرتون کلا رفته. آخه بابا کاری هم نداشت. وای چقدر لذیذه یا خدا. چرا مرغ معمولی میخوردیم؟ چرا اینجوری نمیخوردیم؟ ببین طعم بگو اون اسمش چیه تون میکنه یکم؟ جوز هندی نه و زنجبیل. اصلا این چیز زیاد نیست. نه سیر اینا اصلا زیاد نیست. اصلا ولی یه عطری داره. عطری داره این چیزایی که ریختیم توش. جدا خیلی خوش عطر شده مرغه. ترکیبش منم. فقط آشپزی با مامانزری. فقط یه چیزی الان میارم براتون. برگاتون بریزه خدایی. آخه خدایا این چرا اینقدر خوشگله. برای من حالا خوشگل‌ترم. صدا رو دیدیم. ولی چقدر باحال شد راست میگه. وای نگم بهتون نگم. نه اونو دست نزن مال خودمه. این مال منه. قشنگ بذار سرخ شه مثل مال خوده. میخوام نشون بدم به بچه‌ها. وای بچه‌ها اینو میذارم. وای بچه بادمجون مامانزری هم خوشگل شد. بچه‌ها مال پری چرا اینقدر چیز میشه نمیتونم بکنم توش. روغن میریزه ببینش. بیرون. بابا روغن میاد بیرون. گنده شده دیگه. وای اون ولی خوشمزه تر میشه فکر کنم. نمیشه روغن داره پف میکنه. چه کنیم؟ اینجوری نمیتونم رهاش کنم. میخوای ذره روغنش کم کنیم؟ بچه حالا خوب مثلا لای دندونم جعفری باشه. وای عکس تامنیل. این داری مثلا با عشقت داری فیلم نگاه میکنی. آقا پاشو براش 2 بادمجون سرخ کن اینجوری سخاری کن بیار موقع فیلم. یه ایزمارمون نشه بیا. وای میشه منم یه تست کنم حالا؟ مرسی. تو عمرم اینم نخورده بودم این مدلی.
واقعا خوشحالم 2 تا غذای خیلی جدید یاد گرفتیم. حتی میشه یه سس هم بهش زد. چقدر بادمجون توش خوشمزه است. چقدر خوشمزه است. بابا یه حرکتی بزن دیگه با دوست دخترت میشینی. بابا میخوای سینما فیلم ببینی؟ همش پاپ کورن، همش فلان. پاپ کورن، چیپس، پفک چی آخه؟ بیا. درست کن با دوست دخترت اینو ببین. پری به این دوست دارم تو اولشو بخوری سس بده. واقعا؟ آره. وای چقدر لذیذ بودی. عاشقتم. این بادمجون است نه؟ به خدا عجب چیزی درست کردیم مامان زریدی. واقعا چیزای خوبی یاد گرفت. یعنی اینقدر دوست دارم میشه بدی؟ ماچ کنم خودمو یه چنین غذایی. عاشقتم. سرخ اینجاش نرفت تو روغن. خب همین دیگه. صدا رو ولی چقدر سوخاری داره مال من. خیلی چسبیده بود. سوخاریایی که تو زدی باعث شده که بچسبه. داداش ولی دیدی؟ دوستان نوشابه نخورید. نوشابه بخورید خیلی هم حال میده، مخصوصا با سوخاری. وای خدایی با سوخاری نخورید اصلا نمیره پایین. چیز باید بیاریم برای تو رو. اره نه اسوال نه از اینکه سوراخ میکنه پری همچین زیاد زدش. خب سوخاری رو اینجوری زیاد از حد زده. آبکی تلخکی بغلی باقالی قاطق هم آره. باقالی اون که قاطق خیلی آسونه در قبال اینا. اون سوته. که اصلا آسون ترین غذاه به نظر منو. عاشقشم. مامان خیلی مامان چرا داره اینجوری میشه مال من؟ خوشمزه است. نه مال تو دارم. اینجوری دست بتونیم داری بگیریم. با اره برقی داری میبری. نه دیگه سوخاریشو زیاد زدی یه ذره اینجوری چیز شده چسبیده به هم. پوریا میگه نه آقا نوشابه واقعا نخورید بده. جدا من یه سال نخوردم آفرین. من دلستری هم بیشتر سر حال تر شدی. جدی داری میگی؟ ببین دلستر میخورم بیشتر یا مثلا این چیز آلوورا بود. ما یه دونه دلستر داریم دوستان. بیشتر من دلستری شیر داریم. یه نوشابه اینجا جاسوسه. معلومه؟ اینو زیاد امیدوار نیستم. یه تست مولایی. ولی مامان برای تو خیلی خوش استایل تر شده بود. چرا؟ با اینکه سوخاریش کمتر بود؟ اختم تو روغن. بهتر شده بود احساس می‌کنم. برای اینکه زیاد از خودت تعریف کردی. یه چیزی بگم من سوخاری بیشتری زدم بهش ولی احساس میکنم برای مامانزری چون سوخاریش کمتر بود بادمجونش هم برشته شده بود. آفرین. برای من بادمجونم اجازه نداده که گرمو برسه آره. به بادمجون. آی خدا. پس به این نتیجه هر چقدر بیشتر باشه دلیل بر این نیست که پس نتیجه میگیریم هیچ وقت تو هیچ کاری ادعا نکنیم دوستان. سنبول اومده. سنبول آقا اومده. پیاز سوخاری اومده. شیمی جان قربان تی بلا می سر. همه هستن دیگه ایشالله. بله. عرفان، بیلی، بازر. آهنگ سوزان روشن رو بریم با این غذا بشوره ببره. دیگه این همینجوری چقدر خوبه خوراک به خدا فیلمه. وای اینو بگم تو ببینم. فکر نمی کردم اینقدر خوب بشه. وای جونه اینو ببین. اینو ببین. همه جاش برشته شده مگه داری؟ همینطوری عروش میکنی این پره هاشو میکنی اصلا انگار داری انگار داری چیپس میخوری. این بس جواب داد اینم جواب داد. عالی بود. اینم از پیاز سوخاری دوستان. امیدوارم که از آشپزی من و مامان زری لذت برده باشید.
ساب لایک کامنت فراموش نشه. اگه دوست داشتید بازم غذاهای جدید با من و مامازری ببینید اون زنگوله رو بزن و تو کامنت ها بهمون بگو. چش؟ آره بگید چه غذاهایی. ما بریم عاشقتونم. ما فعلا. چیز کنیم که بریم اونور دیگه ها. ما میریم اونور تو اتاق. فعلا خدافظ. She's in the zone, oh yeah, playing games. She's never alone.